وقتی شهدا در او قنادیل بهشت، در او قنادیل عرش پروردگار عالم قد جا میگیرند و قرار میگیرند، از آنها پرسان میشه که نعمت دیگری هم میخواهید؟ آیا چیزی برای شما کم رسی نموده؟ میگویند نه یا الله، همه چیز به ما رسیده، یک چیز دیگر میخواهیم، ما را زنده کن، ما را به دنیا ببر که باز در راه تو شهید بشویم، باز زنده کن که باز در راه تو کشته شویم و شهید بشویم. ندا میآید که نه، نعمت شهادت یک مرتبه داده می شود. الله اکبر، این نعمت از جانب الله هست. خیلی کسانی میخواستند، خالد بن ولید در میدان جهاد میخواست اما به بستر بیماری وفات نمود. وقتی خالد بن ولید را غسل میدادند، سر تا پایش اثر شمشیر، اثر نیزه، اثر شمشیر دشمن بود، اما به درجه شهادت نمیرسد و به مرگ خود از دنیا میرود. این سعادت به زور و بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده.